شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. آیه 68 سوره انبیاء. داستان ابراهیم علیه السلام شروع است. سوره انبیاء مشتمل به داستانهای انبیاء علیهم السلام و برنامه های دعوتی انبیاء علیهم السلام است. در جمله داستانها داستان ابراهیم علیه السلام خیلی آموزنده و دارای نکات خیلی مثمر و نفعمند برای ما و شما هست. ابراهیم علیه السلام زنجیرهای تقلید کنده، از بین برده، رای پدر و نیاکان خود ترک کرده، به تنهایی خود در حالی که یک نفر است خیسته عقیده را برای خود انتخاب کرده که عقیده حق است، دلیل برش داره و بعد از او شروع کرده به دعوت. شروع دعوت هم از پدر از خانه خود کرده به خاطر از اینکه دعوت همیشه از نزدیک شروع میشه. و بعد از او ابراهیم علیه السلام تلاش کرده که از دو قسم برنامه کار بگیره. هم از برنامه منطقی دلایل و نظریات و مفکوره را به اساس دلیل پیش کنه و هم استدلال عملی. از عمل هم کار گرفته که وادار به این ساخته که اعتراف بکنه، مجبور شوه که کارشان چقدر به مفهوم است و چقدر به هدف است. از امو خاطر علمای کرام مفسرین مراحل دعوت ابراهیم علیه السلام خیلی حساب شده، منظم، روی یک منطق خیلی درست ارزیابی کرده. چند مرحله داره دعوت ابراهیم علیه السلام. مرحله اولش که آواز دادن بود، یعنی ابراهیم علیه السلام برای پدری خود گفت که چرا شما عبادت میکنی؟ با قوم خود گفت ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون بود. این آواز دادن برای مردم بود که بیایید توحید الله را، مجسمه ساختگی تان معبود جور نکنی، این چیزی هم نیسته. اگر شما این دلیل نمیگی که نیاکان ما کرده، شما و نیاکان اردو گمراه هستی. این عمل اگر شما انجام میدیم گمراهی است، اگر پدر و نیاکانتان انجام دادم گمراهی است. چرا؟ به اساس دلیل نیست، بلکه خود ساخته شما خود تراش کرده و او را پرستش میکنه. دوم مرحله دعوت ابراهیم علیه السلام که در آیات گذشته برای ما و شما تیر شده، اقدام برنامه عملی بود. ابراهیم علیه السلام در صدد ازی بود که باید ما کاری را انجام بدم که مردم خود معترف شوه، محکوم شوه، در وجدان خود، در فطرت خود، در ضمیر خود باید محکوم باشه، ملامت باشه. از امو خاطر زمانی که روز مذهبیشان شروع شد، مردم رفت طرف انجام امور مذهبی خود، ابراهیم علیه السلام شروع کرد در بتا غیر از بت کلان دیگه کلش از بین برد. زمانی که پس مراجعه کردن، مردم درک کردن که کار خواهمی جوان کرده، میگه بری از شاید می کلانش ایره از بین برده باشه. یکی خویی بوده چرا این کلان مانده بود ابراهیم علیه السلام. این نکته خیلی جالب است. ابراهیم علیه السلام کلان به خاطر مانده بود. گفت چرا؟ گفتی کلان نخواست که یام در پالوش معبود باشه. چرا؟ کلان گفت قارش آمد که من کلان هستم، آباد از این خردکات عبادتش کرده میشه، از امو خاطر قارش آمد کلی خردار از بین برده. کلان گفت کلان ما، لیکن عبادت قطمه یک جای از خردام میشه، من ایره قبول ندارم، از او خاطر گرفتم خردار کلش از بین برده. مشرکین دیگه ایران ماندن، جواب نداشتن که راستی هم آدمی کلان باشه، در پالوی کلان از خردام تعظیم شوه، از کلان هم تعظیم شوه، چی تفاوت در بین کلانی و خردی شد؟ از او خاطر مردم ها بیخی ایران مانده بودن، جواب نداشتن. از او خاطر قرآن کریم از او تعبیر کرد که چی هسته؟ فرجعوا الی انفسهم، بازگشتن به سوی ضمیر خود، عقل خود. فقالوا انکم انتم الظالمون. تعجب خویی بود که پیشتر ابراهیم علیه السلام ظالم میگفت، حالی خود در بین خود ظالم میگه. چرا میگه؟ به خاطری که وجدان یارا محکوم کرد. برش گفت که عجیب است، اینقدر احمق هستی نعوذ بالله بت خود صب بسازی و بعد از ویر معبود و حاجت روای خود عقیده کنی. این چقدر احمقیت است. از او خاطر میگه اصل ظالم ماستیم. خو لیکن چون که برایشان ننگ بود. چرا؟ به خاطری که سالها امی عبادت کرده بودن،
آلی امی عمل ننگین و چیست رسوای خدا یک پوشش میده و میگه که مردم در ننگ میاره. از او خاطر مرحله سوم دعوت ابراهیم علیه السلام مفسرین می نوشته میکنه سراسیمه ساختن مخاطبین است. مخاطبین ابراهیم علیه السلام طور استدلال پیش کرده که والی رای خدا گم کرده که چی جواب بگویه، جواب ماب نداشتن. آخر همی قدر گفتن که خود تو خوب میفهمی که بطاق گپ زدن نمیتونه سر ما ریشخند میزنی. خود ریشخند میزنم که شما اینطور معبودا را پرستش میکنی که گپ هم زدن نمیتونه. از او خاطر ابراهیم علیه السلام یار وقتی که در ضمیرشان گپای خدا متوجه کرد، ببینی که چقدر از زیرکی ابراهیم علیه السلام کار گرفته. گاهی عقلشان از یار مخاطب قرار میده، گاهی وجدان و ضمیرشانه، گاهی فطرتشانه، گاهی عمل کردی که یا انجام داده او را اینطور در پیش رویشان پیش میکنه که دیگه بیچاره اعتراف میکنه هیچ راه گریز نداره. از امو خاطر چون که یا سالا از زور و بازو کار گرفته بود، آلی هم از زور و بازو کار میگیره. مرحله چهارم دعوت ابراهیم علیه السلام دیگه زیر آتش گرفتن چیست؟ مغزای از یاس، عقلای از یاس. خب سرشان فیر میکنه، خب کوبیدن میکنه. چی میگه؟ اف لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. هلاک شوا، برباد شوا مغزای شما، کله شما، دماغ شما و آن چیزی را که شما عبادت میکنی. عجیب است، هیچ سند وجود نداره و شما شروسته. آلی دیگه موضوع در سرحد میرسه که مردم دیگه بسیار شرمنده میشه، خجالت میشه. آلی دیگه راه نداره. آیا امو راه را ترک بکنه یا نه که امو راه ضد و عناد خود در پیش بگیره؟ قرآن کریم کلماتی که ابراهیم علیه السلام برای از یاد پیش کرده بسیار کلمات مؤثر بود. حتی در مغز و در ضمیر و در وجدان و در دلشان مکمل کار کرد، بسیار تاثیر کرد. یقینا چرا که ابراهیم علیه السلام به شیوه پیش آمد که مردم دیگر راه گریز گم کرده بود، ام از نگاه استدلال منطقی، ام از نگاه استدلال عملی. از او خاطری مردم دیگه ایران مانده بود. اما قاعده است که نفس تاثیر فاعل ای کفایت نمیکنه تا وقتی که محل قابلیت پذیرش نداشته باشه. محل اگر قابلیت داشت و درست میشه، اصلاح میشه، اگر نداشت اصلاح نمیشه. این مردم ضد گرفته بود، سالا اینمی عمل شرماور انجام داده بود، عمل ننگین انجام داده بود، حالی اعلا کرده نمیتونست. از او خاطر از زور کار میگیره. حالی دیگه قانون قرآن کریم برای ما بیان میکنه، در کل تاریخ همی قانون است. زورگویا همیشه زمانی که راه استدلالشان بند شود از زور کار میگیره. خود زورگویا باز چی میکنه؟ به خاطر ازی که مردم قطعش همراه شود، همون نقطه های خیلی چیست حساسه که سبب تحریک عوام میشه، همون نقطه را در پیش میگیره. کلمات خیلی چی را بسیار تحریک کننده را میگه. از مقدساتتان دفاع کنی، مقدساتتان. آیا یک قبری که سالا سجده برش میشه سبب گمراهی مردم شده، او مقدس شده نمیتونه؟ او خود شرک است، لیکن کلمه را استعمال میکنه که دیگه عوام خوی گپ نمیدونه و یک دم هیجانی میشه، میخیزه. آلی ملا صاحبای ما را دیده از مذهبتون دفاع کنه. او عوام خو که مذهب گفتی خلاص دیگه. او اگر بگوی که از الله منکر شد منکر میشه، خو لیکن اگر بگوی که از مذهب منکر شد بگو ای سخت سرش بد میخوره. از همون خاطر وقتی که یاد بین خود در جنگ میشه اولین کلمش چیسته؟ لا مذهب. لا مذهب میگه، مذهب یعنی نداری، نمیگه که بیدین یا مشرک. این کلمات استعمال نمیکنه. پیش از یا بدترین چیز از مذهب بیرون شدن است. اوی کلمه این قدر پیش مردم اهمیت داره که همین قدر گپ گفت خلاص دیگه مردم چیسته؟ یک دم آتش گرفته، برافروخته میشن، یک دم در مقابل تو میخیزه. چی میگه؟ همین قدر میگه یا وابیاس، مذهب قبول نداره، خلاص دیگه جنجال به خود جور کردی، آلی دیگه ماندنیت نیسته. از همون خاطر است که آلی یا قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم بر ما میگه. خب ما درسای عظیم داده شد. تقلید قطعا درست نیسته. ابراهیم علیه السلام تقلید پدر نکرد، نیاکان نکرد. پدرش کلش پیرو چی بود؟ بگه مرشدا بود، سوقاتا برش می آمد مفتی کلزی، لیکنی از وجدان خود کار گرفت، از عقل خود کار گرفت، برنامه پدری خود تعقیب نکرد.
بلکه آن چیزی که عقلش برش اجازه داد که چطور شده میتونه کائنات الله پیدا کرده، قابلیت پرستش الله داره، او یا میگیره نعوذ بالله یه پرستش میکنه. اینجا در آخر که افل لکم و لما تعبدون من دون الله، از او پیش گفت فتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم. اساس پرستش در سه نقطه چرخ میخوره، در سه. اگر یک چیزی تعظیم میشه پرستش میشه بنابر سه نقطه است. اول نقطه کدام است؟ لیاقت امو شیئی که تو پرستش میکنی که اهلیت پرستش داشته باشه. الله متعال معبودی بر حق است. چرا؟ الحمدلله کل صفتای کمال مخصوص کیست؟ و اهلیت زیره داره و از هر قسم صفات عیب و نقص مکمل منزه و چیز پاک است. اما در این بتای ساختگی نه صفتای کامل بود و نه بگوی عیب و نقصان نداشت. چرا؟ حتی دفاع از خود نتانستن، حمایت از خود نتانستن و حمایت خود بگذار، دفاع را بگذار، آواز به پیروان خود ندانست که الک ابراهیم ما را میده میکنه شما در دادی ما برسه. امی قدرم نداشت. پس اهلیت ذاتی معبودایشان موجود نبود، از او خاطر سخت ملامت میشدن. دوم چیز که اساس معبودیت قرار میگیره است که انسان طمع و توقع و امید نفر داشته باشه که برای ما اینمی چیز نفع میرسه. اگر ما عبادت یزیره میکنم، تعظیم یزیره میکنم، نظر و نیاز بدام یزی میکنم، صدا میکنم، یک وقت به دردم میخوره. اما این بتهای ساختگی و پوشالی از یا هیچ چیزم نمیتونه. و یکی انسان خوف از ضررش داشته باشه که مگر ما تعظیم یزیره ترک کنم شاید برای ما ضرر برسه. اینی اساس و محور چی است؟ معبودیت است. امروز همینطور است. زیارت ها که پیش مردم ما اینقدر قدر و قیمت داره به خاطر است که در ضمیرشان در تصورشان امی گپ است که اگر ما چیزی غلط بکنیم اینمی زیارت برای ما ضرر میرسانه. از همون خاطر است که چیزی زیارت یا دست برده نمیتونه، کفتر زیارت خورده نمیتونه، چوب زیارت سوختاندن نمیتونه، لطی زیارت دستمالای خیلی قشنگ در سر قبرها چیز اوار است. تو یک پرچه دست پاک نداری که دست پاک کنی، اونجا رختای اضافی از کسی گرفته نمیتونه. چرا؟ به خاطر که در تصورش امی عقیده و مفکوری غلط وجود داره که اگر بگیرم من ضرر میبینم. از او خاطر این اساس معبود شدن یک چیز امی سه نکته است. ابراهیم علیه السلام کل نکته ها را چی کرد؟ مرمیدوز کرد. مرمیدوز این مردم اینطور کرد که دیگه هیچ چیز باقی نمانده. از همون خاطر شروع کردن. قالو گفتن حریقه بسوزانشه. گوه این ده سوختاندن رسیده. مردم آنقدر از شدت عمل آنی کار میگیره. چرا؟ زیاد رسوا شده. وقتی که زیاد خجالت کنی در یک مجلس یک نفره او دیگه از ما آخری زوری خود کار میگیره در مقابلی. آخری زور. این مردم توسط استدلالای ابراهیم علیه السلام مثل بم اتم واری که سرش می آمد اینطور شده بود که بیخی دیگه گفتن که آلی ماندنی نیستیم. حرقوه بسوزانشه. کشتن نمیگه، نه عمل خودتان انجام بدی. آلی چیست؟ پشتاره ها شروع شد، لاری ها شروع شد که ازم آورده رایسته. به خاطری که چی؟ ابراهیم علیه السلام بسوزانه. بله منطقی که و عقلی که الله را نمیپذیره، با الله رابطه نداره، فکر میکنه اسباب دنیا موثر است، همیشه هر وقت تاثیر کرده میتونه. آب غرق میتونه، آتش سوختانده میتونه، کارت بریده میتونه، آفتاب روشنی میتونه، طعام سیر کرده میتونه، آب سیراب کرده میتونه، لیکن خبر نداره که همه کائنات زیر فرمان و اداره کیست؟ خالق کائنات است. او ذاتی که مدبر و متصرف کائنات است. اثراتی که در این اسباب تو میبینی مشاهده میکنی از زیر فرمان و اراده کیست؟ الله متعال. اگر الله متعال این اثرات از پیشش دور کنه این اسباب مؤثر شده نمیتونه. مؤمن واقعی تکیهگاهش مسبب الاسباب است نه اسباب. اسباب از این که الله امر کرده استعمال میکنه. دوا سبب است، ما استعمال میکنیم. طعام سبب است، استعمال میکنیم. اما اصلی اتکای ما سری کیست؟ الله متعال است. این بیچاره بگفتن که البته آتش همیشه سوختاندن میکنه. دنیا خواری و زحمت کشیدن، آتش را داغ کردن که مفسرین رقم کسی میگه 40 سال جمع کردن، کسی یک چیز. قرآن کریم میگه پارا جمع نمیکنه که قدر یا این قدر. یک آتش کلانه یا چی کردن؟ برافروختن حتی که خود نزدیک شده نمیتونستن. چرا؟ امو شعله از او و امو
شعله قوقی از او آنقدر مؤثر بود که از دور چی میکرد؟ انسان هم میسوختند. از او خاطر ضرورت به منجنیق شد که بعد ابراهیم علیه السلام مثل آلوچک وارد یک چیز بمانه اینطور خب تو بده و بعد از او یک دم اعلان کنه که در بین آتش بیفته. خبر نداره که ابراهیم علیه السلام تسلیم به او خالقی شده که آتشا مخلوقش است، یا آتشا زیر فرمانش است. از همون خاطر است الله متعال در قرآن کریم ما را تنبیه و آگاهی میده که گاهی هم اسباب مؤثر نیست. کارد بریده نمیتونه. ابراهیم علیه السلام سری گلون اسماعیل علیه السلام کارد کش میکرد اما هیچ بریدن نمیکرد. ابراهیم علیه السلام در آتش میفتاد، آتش سوختانده نمیتونه. بله آب زمانی که موسی علیه السلام تیر میشه مثل کوواره استاد میشه چیزی مایه و سیال، اما زمان فرعون میاد کلش غرق میکنه. از او خاطر مؤمنات الله متعال برش درس میده که مؤثر مسبب الاسباب است، اسباب مؤثر نیست. از همون خاطر مردمایی که زیاد اتکا به اسباب میکنه هم غمش همیشه جمعآوری اسباب است، چون اعتماد به الله نداره خود از زله و زحمت میده لیکن نتیجهش خوب نمی باشه. او کسی که اتکایش بالای مسبب الاسباب است با واسطه که اسباب خیلی فراوانه جمعآوری نکرده فراهم نساخته اما ثمره مثبت و مفید گرفته میتونه. قرآن کریم میگه پاره بر ما پیش میکنه. قالوا حرقوه، گفتن بسوزانی مردکره، چرا مقدسات ما و شما را توهین میکنه او را از بین برده. باز آبی مانده، هنوزم مانده و آبی پیدا شده زیارتها را کلش بیران کرده رایسته. وانصروا آلهتکم، کمک کنه معبودایتان وای زیارتها را از بین برده. وانصروا اینا عجیب است. آلی در مقابل ابراهیم علیه السلام دیگه چیز نداره، خلاص خودم معترف بودن لیکن از ضد و عناد یا چی بجای از اینکه حق بپذیره رای خلاف در پیش گرفته. ان کنتم فاعلین، اگر استی او مردم او نخو زیارت برات نماند از بین برد دیگه اینا بخیزید مقابلش، بخیزید مقابل میگه. قلنا یا نار کونی بردن. قرآن کریم قصه را کوتاه میگیره، نکته اساس برای ما پیش میکنه. ابراهیم علیه السلام دوجه انداختن لیکن فرمان الله چی میرسه؟ قلنا، ما گفتیم الله میفرماید یا نار یا آتش کونی شو بردن سرد و سلاما سلام. مفسرین نوشته میکنه که وقتی آتش الله فرمان داد که سرد شو، آتش قدر سرد شده بود که ابراهیم علیه السلام علاشیش میلرزید. اگر سلاما نمیگفت از دست یخی و سردی ابراهیم علیه السلام چی میشد؟ هلاک میشد. اما الله متعال گفت سلام شد، سبب سلامتی به ابراهیم علیه السلام شد. علی ابراهیم، بالای ابراهیم علیه السلام. این دیدیم که آتش سوختاندن میکرد، آلی سوختاندن نمیکنه. خالد ابن ولید کدام یهودی در بوتل زهر داشت، گفتی چیست؟ گفتی زهر است. گفت چی میکنه؟ گفت آدم میکشه. خالد ابن ولید میفهمید که زهر یکی از جمله اسباب کشتن است، اما عقیده یهود اینطور بود که بله این کشتن یا همی تاثیر مرگ در زهر ذاتن است، خود زهر در ذاتش همی تاثیر وجود داره. خالد ابن ولید برای فهماندن همی تصور که این تصور تو غلط است، بلکه این اثر مرگ در زهر الله انداخته. اگر الله بخوام زهر آدم کشته نمیتونه. سر بوتل واس کرد، بسم الله الرحمن الرحیم گفت، کل بوتل چی کرد؟ چپک کرد، خورد. یهودی ایران ماند، خالد ابن ولید زنده باقی مانده بود، ایران مانده بود. منظوری از این بود که فهماند او را که سیکو اسباب مؤثر نیست، مؤثر الله متعال است. این اثرات در ای اسباب الله متعال انداخته. یک سال باران نمیشه، میبینی والا این خوشحالیست مردم بسیار گوش نمیشه، خبر میشی که الله متعال در یک چیز اینقدر برکت پرته که هیچ مردم نفهمه، اما یک سال میوه ها و دانه ها خیلی فراوان الله متعال برکت از پیش میگیره، مردم باز اونموتر محتاج میباشه. انسان اتکا به اسباب نکنه، به مسبب الاسباب. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. الله متعال در اینجا گپ دیگر برای ما پیش کرد. ابراهیم علیه السلام نور ایمان در قلب تابید. الله متعال میگه ایمان شجاعت میده انسانه، ایمان شهامت میده انسانه. ایمان وقتی که ایمان شد آتش هم سرش تاثیر نمیکنه، کم تاثیر نمیکنه، هیچ چیز تاثیر نمیکنه که ایمان شود. ایمان ابراهیم علیه السلام ایمان بود، قهرمان توحید است، شخصیتی که فقط مبارزه را بگوی وظیفه لازمی عمر خود شمار کرده، فقط در میدان امتحانات الله متعال اول لنبر میبراید. امو شخصیت است.
از او خاطر چرا آتش او را بسوزانه؟ اینطور شخصیت می سوزانه. این شخصیتی که کل عمر خدا در مبارزه توحید چی کرده؟ وقف کرده. الله متعالی طور شخصیت ذلیل نمیکنه. آتش چی است که را بسوزانه؟ و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. یا اراده کردن به ابراهیم علیه السلام قسم قسم چلوله کید، در اینجا تدابیر خفیه، سنجش های خفیه را کرد، برنامه ها طرح کردن، لیکن این برنامه ها در مقابل برنامه الله هیچ کارگر نیست. زمانی که ایمان تو قوی باشه، ایمان اسلحه بزرگ توست. دشمن دارنده بسیار اسلحه است اما زورش به تو نمیرسه. امروز با دنیای فعلی خود ما که دنیای کفر است، اسلحه کی واداره، اسباب امکاناتی کی واداره، ما عشر عشیر از این هم نداریم.